پیراهن سوم خودش داره استفاده میکنه. بارسلونا ثابت هستن، آندرس اینیستا یه پاس بلند پشت مدافعان رئال مادرید، اونجا سوارز زدش، حالا سوارز میزنه به نواس، تو در اختیار بارسلونا کرد یه فرصت اینو تو دروازه، جرارد که گل به خود میزنه اون دروازه بارسا باز میشه. شما گلش مقابل رئال میزنه توی دروازه، بازی 1-1 مساوی شد. ضربه گل لیونل مسی خالی هست برای رونالدو، رونالدو روی پای راست رو میزنه کریستیانو رونالدو، چه گلی میزنه، بازی 2-1 میکنه.